سلام به تمام شنونده‌های عزیز و اولین برنامه رادیو آمستردام در خدمت شما دوستان است. سلام و سلامی به زیبای گل به روی ماهتون. شروین هستم از رادیو آمستردام با اولین برنامه با امید عزیز در خدمت شما شنوندگان گرامی. چی دیدی تو چشماش عشق منو تروندی، بگو کی گرفته جاما قلب منو سوزوندی، بگو کی به پات نشسته حالا عهد سر میاره. یه سری پیام از شما دوستان دریافت کردیم، جا داره که از استقبال گرم شما دوستان نهایت تشکر رو بکنیم. نری بگی بی حیا بود، بی دین و بی خدا بود، دل به کی بسته بودم آه که چه بی وفا بود، نری بگی کم گذاشتم برای چشمای تو، نگی که خب میریم سراغ پیام ها. رادیو آمستردام جهت خودش رو مشخص کنه، هنری، سیاسی، اجتماعی. البته به اقتضای موضوعات روز فرق میکنه، البته نگاه غالب ما هنریه. یکی از دوستان مسیج داده گفته پیام‌های اون شب و همون شب بخونید. خب این امکان برای ما وجود نداره چون خیلی پیام‌های زیادی رو ما دریافت می‌کنیم از قبیل آهنگ‌های درخواستی، سوالات، انتقادات، پیشنهادات. خب ولی سعی می‌کنیم در اسرع وقت جواب پیام‌ها رو بدیم. خب شروین جان در جواب لینا خانم چی می‌خوای بگی؟ عرضم به خدمتتون در جواب سرکار خانم لینا، من انتقاد ایشون رو میپذیرم امید جان و شاید احساس ایشون نسبت به ما اینطوری بوده، ولی پیشنهاد میکنم برنامه‌های بعدی هم نگاه کنن، شاید نظرشون عوض شه. و بازم خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم هدف ما از این برنامه اینه که صمیمیت‌تر بشیم، خودمون رو بهتر بشناسیم، شفاف‌تر بشیم، گپ و گفتگوی زنده بین ما جاری بشه. قرار نیست از خودمون دفاع بکنیم چون قرار نیست کسی رو تحقیر کنه. دل به کی بسته بودم آه که چه بی وفا بود، نری بگی کم گذاشتم برای چشمای تو، نگی یکی دیگه داشتم آوردمش جای تو. یه سوال کنم اول از همه، چرا با ساعت نشستی؟ چرا چی؟ چرا با ساعت نشستی؟ متوجه نمیشم. خب چرا نباید با ساعت بشینم؟ چقدر متعلقی به ساعتت، به لباست، به ماشینت، چقدر وابستی؟ یعنی چی؟ نمیفهمم. خب به اندازه‌ای که ازشون استفاده کنم. میشه اون ساعت رو در بیاری الان؟ ساعتو چرا کمکی بهتون میکنه؟ کمک نمیکنه، میخوام ببینم چقدر راحتی که رهاش کنی و دیگه دستت نکنه. اینجا امنه؟ شاید. خیلی گرون خریدمش ها. حاضری ببخشیش؟ کی؟ به کسی که خیلی احتیاج داره. به کسی که خیلی احتیاج داره. به پولش. تا حالا وصیت کردی؟ وصیت؟ نه، میترسم وصیت کنم. چرا؟ جدی دارم میگم، با اینکه میدونم کار مستحبیه باید انجام بشه ولی خب نکردم. نه اینکه بترسم و احساس میکنم حالاها زنده‌ام. به نظر شخصی من وصیت یه چیزیه که بیشتر به درد آدمایی میخوره که صاحب یه سری چیزان روی این زمین، 7 سر عائله دارن، اولاد دارن، زن و بچه دارن، بعد یه کارهای ناتموم روی زمین دارن. ولی من مدل زندگیم اینجوری نبوده. در حال حاضر بدهکار هستی؟ بدهکار؟ نه، یه چیزی که خیلی بهش اعتقاد دارم اینو میگم و نمیگم که مال حریم خصوصیمه و اونم اینه که سعی کردم هر شب بدهکار نخوابم. این برام خیلی مهم بوده و خیلی هم سخت میخوابم اگه بدهکار باشم. خیلی طلبکارم و خیلی. همین الان؟ آره همین الان بدهکار هستم، ولی به اونایی که میدونم خرج کفن و دفنمو باید بدم، به غریبه ها، همکار، دوست، آشنا نه. منظورم بدهکار اخلاقیه، هر جفتش، حالا مالی یا اخلاقی. سوال من اینه. بدهکار اخلاقی؟ ببین هممون یه کارهایی بعضی موقع میکنیم که بدهکار اخلاقی حساب میشه، این که اصلا شکی نیست. مثلا یه نفر تو خیابون به من سلام کرد جواب سلام ندادم، خب این میشه بدهکار اخلاقی. فکر میکنی تو زندگی دل چند نفر شکوندی؟ دل چند نفر رو نمیدونم، نشمردم. یعنی زیادن؟ آره شاید باشه. یعنی یه نفرم هست؟ سوال من اینه. یه نفر کاش که میگفتی اقلا تو راه تو ماشین حساب میکردم بهت میگفتم، ولی خب بعضی موقع من شما یه کارایی میکنیم که نمیدونیم مصداق دل شکستنه، ولی خب دل شکوندیم. تو دست چند نفر ناراضی هستی؟ ناراضی؟ امید جان اینم نمیتونم بهت بگم، نمیتونم آماری بدم، ولی خب شاید زیاد باشن. چقدر تو زندگیت خندیدی؟ خنده؟ من همیشه میخندم. خیلی موقع ها شده موقع خندیدنم این ترس داشتم که نکنه غم پشت در باشه.
چون خیلی اعتقاد دارم که خوشبختی فاصله ای هست بین دو بدبختی. برای همین همیشه با احتیاط خندیدم. الانم بهت پیشنهاد میکنم بیا بخندیم، خیلی داره فضا سنگین میشه. میشه الان بخندیم؟ الان دیوونه که نیستم بی خود بخندم. برات مهمه که کجا دفن میشی؟ کجا دفن میشم؟ آره خیلی برام مهمه. دوست داری کجا دفن میشی؟ جاهای خیلی شلوغ. ببین امید جان، هرچی تو این شرایط الان بیایم بگیم مصداق بارز ریاض، بنابراین تلاش نکنیم واردش بشیم. چرا فکر میکنی حرفی که از ته دل بزنی من شنونده فکر میکنم که داری ریا میکنی؟ چون من خودم مخاطب این شکلیم، خیلی بد سلیقه، بد به حرف آدم‌ها اطمینان میکنم. ببین من از یه چیزی که شاید خیلی خیلی فرار کرده باشم و اونم شاید خوب باشه، مراسم خاکسپاریه. آخرین کسی هم که فوت کرد مادر بزرگم بود، خیلی خیلی دوستش داشتم. خب ولی همینجا ازشون معذرت خواهی میکنم، از مادر پدرم معذرت میخوام، دیر رفتم سر خاکسپاری. نمیتونم اون لحظه رو ببینم که مادر بزرگم توی قبر میذارن، خاک میریزن، خداحافظ خداحافظ. خاک خیلی سرده، اینو نمیتونم بپذیرم. نه اینکه بگم آدم احساسیم، نه سختمه. خودتو چقدر میشناسی؟ خودمو خیلی خیلی خوب میشناسم، چون به این اعتقاد دارم که میگم بهترین قاضی نسبت به خود آدم خودشه، چون از همه چیز خبر داره. چقدر خدا رو میشناسی؟ خدا رو خدا نمیخوام بگم از خودشناسی به خداشناسی رسیدم، نه. به یه چیزش خیلی ایمان دارم، شک ندارم. به همه چیز اعتقاد دارم، ولی رحمتشو از سر خودخواهی خیلی دوست دارم. فکر میکنی کی از مردنت خوشحال میشه؟ از مردن من؟ آخه چرا باید کسی خوشحال بشه؟ یه آدم پست، رد، نامرد. از مردن کسی خوشحال شدی؟ آره اتفاقا خیلی لذت بردم، عشق کردم. چه کسی؟ صدام. چند بار تا حالا عصبانی شدی؟ عصبانی 37 بار. چه میدونم؟ چند بار تا حالا دروغ گفتی؟ 49 بار. یعنی فکر میکنی مرز 100 رو رد کردی؟ 100 بار؟ آره بابا تو خیلی پاکی. 100 بار تو 22 سال زندگی. ببین امید جان، یه چیزی قدیمی ها گفتن خیلی قشنگه. روزی که محتاج کسی نشی، دنبال سایه نگردی، ازو التماس کسی رو نکنی که زیر کتتو بگیره، زمینگیر نشی، خوب آدم اون موقع ها با عزت و احترام بره. من به شخصه، من شلبی اینو خیلی دوست دارم که شب بخوابم صبح بلند نشم. خیلی شیک، قشنگ، پرتوقعم، ولی خب اینو دوست دارم و امیدوارم اگر روزی هم قرار باشه برم، به امید خدا با عزت و احترام برم. خب 60 ثانیه فرصت داری حرفای آخرت رو تو این دنیا بزنی. همین الان 60 ثانیه فقط دلم زمان دارم که بمیرم. آره. حال الان من اینو روایت میکنه. تو 60 سالگیمو نمیدونم چی نویسم، ولی دوست دارم یه بیانیه برای خودم بدم که بگم ما رفتیم از این دنیا، خداحافظ خداحافظ. چیزی که نوشتی رو میتونی بخونیم؟ آره چیزی که نوشتم یکم شخصیه، ولی خب چشم. چیزی که نوشتم اینه که دوست دارم یه سیگار بکشم، غروب خورشید رو نگاه کنم، بگم مامان بابا عاشقتونم، تو رو خدا حلالم کنید، ما رفتیم. همین، خداحافظ. چقدر خوبه که. خب مرسی که تا اینجای برنامه با ما بودید. خیلی ممنون از اینکه همیشه ما رو ساپورت میکنید. برای اینکه بیشتر ما رو ساپورت بکنید خیلی دوست دارم که این برنامه رو صفحه وال فیسبوک خودتون بذارید یا به دوستان خودتون معرفی کنید. برای ارتباط با مدیران باید با شماره تلفن 068 45 63 447 تماس بگیرید. خب شیرین عزیز، امید جان اینو یادش رفت که بگه مرسی از لایک ها، کامنت ها، پی ام های خیلی قشنگتون. قربون شکل ماهتون بشم. شما ما رو با این حرفای قشنگتون ساپورت میکنید، همین برای ما کافیه. شما رو تا برنامه بعدی به خدا میسپارم. فقط قبل خداحافظی اینو بگم که مرسی از برنامه‌گذار این هفته پرشین فوتوگراف و یک جشنی هم 2 یونی با بهترین دیجای هلند، پرشین بلک پارتی هستش که امیدوارم همتون رو همونجا ببینید. شبتون بخیر، خدا نگهدار. خداحافظ. تشنه چشماتم منو سیرابم کن، منو بالا رایی دوباره خوابم کن، بگو این آرامش تا ابد باورجاست، حالا که برقش تو نگاهت پیداست.
به خودم میبالم. تو به من دل بستی از چشات معلومه، من چقدر خوشبختم همه چی آرومه.